موضوع بعدی، زبان. GRE آری یا نه؟ خیلی پیشینه GRE رو بگم. GRE از یک سو هیچی نیست جز مارکت، یعنی هیچ دلیلی جز درآمدزایی برای ETS نداره و اساس شکل‌گیریش هم برای این بود که یه چیزی بشه معادل سطح آمریکا. اون آزمونی رو که باید بدن بچه‌ها در انتهای دبیرستان که یک ارزیابی کلی بشن و اینها، خب برای اینکه اینها بدونن اینهایی که دارن از این سمت بربری که دنیا میان، آیا دوستان باز میدونم من بربری رو یومه میگم، آیا میدونن دو تا چهار تا بلدن، اینها کریتیکال تینکینگ بلدن، آدمن اساساً. این زمینه شکل‌گیری GRE بوده و امروز فقط مارکته. اما چون یک موضوع به شدت سختیه و در واقع اینجوریه که کسی رو تو خارج مثلا پولم بهش بدی نمیره این آزمون رو بده، امتیاز بالایی داره. در هر نوع مهاجرتی که شما بخواید بکنید، حتی مهاجرت کاری هم بخواید بکنید، GRE امتیاز بالایی داره. یعنی یه ساینیه از اینکه این طرف خیلی بولهده دیگه، این دیگه واقعا دیووت کرده خودش رو به این مسیر. ولی گرونه. من نمیدونم الان باید نزدیک مثلا 13-14 میلیون اینها باشه از یک سو و زمان بره آماده شدن براش. و اگر برنامه اروپا دارین مطلقاً لازم نیست. در اروپا فقط 10% اینستیتوشن ها GRE میخوان، حتی 10% رو هم دارم زیاد میگم که اونا اینستیتوشن هایی که اساسا شما نباید بهش فکر کنید، معادل همون هاروارد و استنفوردن. ایمپریال کالج GRE میخواد، به من چه ایمپریال کالج، اینسید بیزنس اسکول GRE میخواد، به من چه اینسید بیزنس اسکول. ولی برای آمریکا کانادا خب جزء ریکوایرمنت هاست، اما دوستان دارن ایمیل میزنن و ویو میکنن، لذا ممکنه قابل دور زدن باشه. آیلتس یا تافل؟ من بعد از تجربه‌ای که در آیلتس داشتم، من سال 96 که برنامه داشتم برای مستر اپلای کنم، اون زمان ظرف 2 ماه من واسه آیلتس خوندم و گرفتم. برای مستر من 6.5 میخواستم و 6.5 گرفتم. اما به شدت این احساس رو داشتم که هم در اسپیکینگ و هم در رایتینگ، خب این احساسی که کلا ما همیشه داریم که در حقمون اشهاب شد و اینها، در حقم اشهاب شد. رایتینگ رو با این که من رسما آف تاپیک نوشته بودم بهم 5.5 داده بودن، ولی چون اون موقع این جو بود که بایاست ترسیم کنن رایتینگ ایرانی‌ها رو و اساساً 6 هم نمیشه گرفت، بماند که واقعاً همینطوری بود. یعنی دیگه برهه‌ای هیچ کس 6 بیشتر رایتینگ نمیتونست بگیره. همه اینجوری بودن که آقا این رو باید اعتراض بزنیم. خلاصه من بعد از اون قضیه این حس رو داشتم که در حقم جفا شده و بستم. خب بعد از اینکه دیگه مستر رفتن منتفی شد، بستم برای اینکه PhD رو تافل بدم. اگر بخوام مقایسه بکنم بین سختی آیلتس و تافل، میگم که آیلتس رو زبون فارسی در نظر بگیرین، تافل رو زبون آلمانی در نظر بگیرین. در این حد تفاوت، واقعا در این حد تفاوت. یعنی بیرحمه تافل، واقعا بیرحمه. اصلا برای انسان، برای اینکه آدم بشینه اون تست رو بزنه طراحی نشده. با این من حدود 4 ماه و حتی 4 ماهی که خب حینش داشتم ریسرچ پروپوزالم رو هم می‌نوشتم، پیپر رو هم می‌نوشتم، شرح اینا توی کتاب هست، برای تافل خوندم و 20 آبان 1400 من تافل دادم. 2-3 روز قبلش هم ماک داده بودم و ماکم 102 شده بود و خب خود سنتر هم گفته بود که ما 3-4 نمره پایین‌تر میگیم معمولا. من 100 بیشتر نمیخواستم، همه رو روی حدود 25 بسته بودم و من رایتینگم خیلی
ریتینگ من خیلی این 50 minutes اوکی، هنوز یه ذره وقت داریم. و خب من توی اون 20 دقیقه روی 400 کلمه می‌نوشتم معمولا. و خلاصه من آزمون رو دادم 20 آبان و انتهای آزمون به شما نمره ریدینگ و لیسنینگ رو میگه. من ریدینگ رو شدم 28 از 30، لیسنینگ رو شدم 29 از 30، C2 محسوب میشه، نیتیو محسوب میشه. و خب دیگه خیلی طبیعی بود که شما وقتی این دوتا رو این شدی و من برای مثلا اون تسک اصلی رایتینگش هم یادم 470 کلمه نوشتم، اصلا میگفتن روی 320 تو بنویسی دیگه 25 مینیمم میشه. و خوشحال و خندان هفته بعد که جواب ها اومد، رایتینگ و اسپیکینگ برای رضای خدا 21 و این باعث شد اوورال من 99 بشه. یعنی حتی اوورال 100 هم نشد، قشنگ مهندسی شده. که همون موقع من هم به رئیس سنتر گفتم، هم دوستانی که از اون زمان هستن. یه آقا افشینی بود، یه کانال رایتینگی داشت، من اتفاقا رفتم چتمون رو پیدا کردم ولی دیگه متاسفانه کانالش رو بسته. من برای اون هم گفتم قضیه رو و همه آچمز شده بودن که آقا کنتراست 2 نمره، 3 نمره، 4 نمره، 29 رو چجوری میتونی یه اسکیل دیگرش رو 21 بدی؟ و واضح بود که مشکل اگزمینره و همه گفتن که یا ریتیک کن یا اعتراض بزن. اعتراض رو محل نمیدن ولی این کیس قطعا فرق میکنه اگر اعتراض بزنید. خب من پول ریتیک کردن طبیعتا نداشتم، رفتم اعتراض بزنم و معلوم شد که اگر که برای اینکه نتایج اتومات اعلام شده باشه به دانشگاه کد داده باشید نمیتونی اعتراض بزنی و این رو اون موقعی که شما داری کد میدی ننوشته جایی و من یک دونه فقط کد داده بودم و به همین خاطر اعتراض نتونستم بزنم. من حیث المجموع من آیلتس رو توصیه میکنم الان دیگه آیلتس رو توصیه میکنم بعد از این تجربه، چون یعنی اثر در واقع انسانی در هر دوش ممکنه وجود داشته باشه، به هیچ وجه معلوم شد که تافل بهتر نیست و بی نهایت سخته. اما نکته‌ای که میخوام اینجا بگم اینه که کارتون رو متوقف بر زبان نکنید. میبینید وضعیت چجوره. 3 ماه دوستان برگزار نمیکنن آزمون، از این وربند میشه، از اون وربند میشه، شما معطل. خصوصا برای اروپا. ببینید کل صحبت اروپاست دیگه، من هی این رو یادآوری نکنم، خودتون پین داشته باشین این رو بالای حرفام. کل صحبت برای اروپاست. خصوصا برای اروپا خودتون رو معطل زبان نکنید. راههایی که بشه بی زبان هم یه کاری کرد هست توی اروپا و توی اون بازه هایی که بسته میشه این ماجراها نگید خب حالا زبان ندارم دیگه چرا به استاد ایمیل بدم، زبان ندارم دیگه چرا اپلیکیشن آقا بفرست، ایمیل بده، تو این رو کارهای اولیه‌اش رو بکن، اونم حالا خدا بزرگ. من این رو هم بگم و بعد لینک روم بعدی رو بذارم اینجا. یه نکته، دوستانی که بستن برای آلمان یا آلمان رو اولویت دارن، تا پارسال که تجربه من بود یا در واقع همین اوایل امسال، آره اوایل امسال میشه، پارسال اینا اوایل امسال خودمون، شما اگر به وان آلمانی میداشتی من میتونستم بهت بگم که 80% از یکی از اینستیتوشن‌های فاندینگ آلمان فاند میگرفتی. قضیه چیه؟ قضیه اینو اینجا نذاشتم، یه جای دیگه بودم، اشکال نداره. قضیه اینه که آلمان، ما فقط دعاده رو شنیدیم و میشناسیم، آلمان 20 تا مثل دعاده داره که شما اگر پذیرش دکترای بدون فاند داشته باشین به شما فاند میدن، اما از این 20 تا که میگم 19 تاش به وان رو از شما میخوان. پس مثلا اگر میخواین وقت اگر برنامه آلمان دارین یا آلمان جزو اولویتتونه و میخواین وقت با پیپر خودتون رو با پیپر شانستون رو زیاد کنید، نکنید، به جاش برین آلمانی یاد بگیرید در حد B1. من ایده ندارم چقدر ممکنه طول بکشه. دیدم کسی رو، دوستم خانومش رو میخواست اتچ کنه بیاره و باید آلمانی میخوند، 6 ماه تونست B1 بگیره، ولی خب واقعا دیگه 24 ساعته داشت میخوند. خلاصه این نکته هم در مورد آلمان نکته جدیدیه که من از تجربه خودم متوجه شدم.
گفتم که بگم. حالا میریم برای انواع پوزیشن و نکات مربوطه. من این ضبط رو